و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دومین شخصیت عالم هستی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی بود که خود و خانواده شبی را گرسنه به سر برد و غذای خویش به یتیمان داده‌اند. شما عزیزان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام که ما را امر فرموده‌اید به خانه چند تن از اینها می‌رویم و توجه شما را به آن جلب. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس یتیمی را سرپرستی کند و نفقه او را بپردازد در بهشت مانند دو انگشت در کنار من قرار خواهد گرفت. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام مخاطبین عزیز. در خانه یکی از فامیل های محترم مستضعف هستیم و با ایشان گفتگویی داریم از طرف دارالایتام 14 معصوم علیهم السلام. خواهر محترم شما فعلا در کجا سکونت دارید؟ در کلوز خانه از خود شما نه؟ خانه ممکن میراثیه. خب چند تا فرزند دارید؟ دارم. قبلا به کجا می‌کشتید؟ قبلا می‌کشید. من می‌کشتم. سابق هم می‌کشید. بله. کسب و کاری هم شما دارین؟ نفقه زندگی خود چی رقم؟ کسب و کار از اول هم می‌رفتم. نگاه اول روز مریض شدم دیگه دکتر من کار کردم من کردم کار من دیگه منبع درآمد دیگه شما ندارید. ما از طرف دارالایتام 14 معصوم علیهم السلام در خدمت شماییم و مقدار وجه نقدی به شما تقدیم می‌کنیم. امیدواریم که خداوند در کارهای شما توفیق عنایت فرماید تا شما بتونیم زندگی خود با آرامی و خوشی پیش ببریم. مقدار 2000 افغانی از طرف دارالایتام 14 معصوم علیهم السلام خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. از دارالایتام 14 معصوم علیه السلام در خدمت شما مخاطبین عزیز هستیم. به خانه یکی دیگر از مستمندان و ایتام آمدیم. در خدمت شما هستیم و گفتگویی با ایشان داریم که به عرض شما عزیزان میرسانیم. خواهر محترم بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟ سلام علیکم. ما چند تا فرزند دارم. فرزند اول اون دختره به صنف 15 صنف 7 داره مدرسه نمیره. پسر اول من 12 سالی صنف 5. یکی سیومه یکی هم که دیومه. هم که 12 سالی. ما همه شوهرم دیگه به اتفاق به پیروزی سر کار بودم. دیگه که اونا رو طبق کریده بودن 1 سال خوزی میشه. دیگه من 1 سال هم که قرار دادم نتونستم قرار دادم. به این طرف مالی هم بسکنه بیامدم قرار دادم نتونستم. من یک خونه هم برای آشپزخانه برای دادم. تقریبا 5 ماه میشه من اینجا گذاره میکنم. خانه از خود شما ندارید؟ نه خانه از خود شما ندارم. من برای گذاره میکنم دیگه 6 تیم. خب آقا پسر شما خود معرفی کنید اسم شما چیه؟ اسم من $3 هم صنف چند شما؟ صنف 5. آفرین. اسم شما چیه؟ علی سینا جان. صنف چند شما؟ 3. کدوم مکتبی؟ سید شهدا. شما دختر خانم اسم شما چیه؟ سمانه خانم. صنف چندی؟
مرسی بدم. آفرین. دختر خانم کلون شما که مکتب فعلا نمیرن ها؟ خب تشکر از شما. یک مقدار وجه نقدی از طرف دارالایتام 14 مسئول رستوران که به خدمت شما تقدیم می‌داریم. امید که خداوند مشکلات شما رفع کنه. مشکلات جمعی الاسلام و شاید شما دست شما رد نکنه بارکالله شما. خدمت شما. تشکر از شما. با ما همراه باشید مخاطبین عزیز. تشکر از شما. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما عزیزان مخاطب هستیم در خانه یکی از ایتام که ایشان شما خود را معرفی میکنم. آقا پسر اسم خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد علی. صنف چند شما؟ صنف هفتم. چند ساله؟ 13 سال. از کجای اصلیت شما؟ از کدوم منطقه؟ اصلیت از ولایت غوری. کدوم منطقه؟ منطقه ولسوالی. همین لال سرجنده. لال سرجنده. چند وقت میشه به ایران آمدین؟ شاید یک 5 سال هنوز. 5 سال میشه. فعلا به کجا زندگی میکنید؟ فعلا چیز پایینور زندگی میکنید. خب شما چند خواهر برادرید؟ ما یک خواهر 2 برادر. برادر خود شما چند ساله؟ برادر خودم 6 ساله. غیر از اینکه به مکتب میرین کارم میکنید شما یا نه؟ نه کار فقط درس میخونید ها؟ خب شما دختر خانم چند ساله؟ من 12 ساله. صنف چنده؟ صنف 4. صنف 4. به کدوم مدرسه؟ مکتب داشتخانه. مکتب داشتخانه. فعلا کجا زندگی میکنید؟ پایینم. پایینور زندگی میکنید. دوست داری چی بشی در آینده؟ معلم. آفرین. شما آقا پسر چی دوست دارین که ادامه بدین؟ بله والدین. چی دوست دارین بشین در آینده؟ دکتر بشین. ماشاءالله. ما از طرف دارالایتام 14 مسئول علیه السلام در خدمت شما این به مقدار پول نقد رو شما کمک میکنیم و از خداوند توفیق میخوایم که در آینده به آرزو خود برسیم و مشکلات زندگی شما خداوند رفع کنه. تشکر. خدمت شما. تشکر. خواهر محترم شما چند یتیم دارین؟ ما 2 تا یتیم داریم. فعلا در کجا زندگی میکنین؟ فعلا در شهر صدا. سکونت اصلی شما کجایی؟ در بامیا اکرمان در نیاگیم از سالیم و بامیانه. از منطقه نایاگیم؟ نیاگیم. چند سال میشه که به عراق آمدین؟ 3-4 سال میشه که آمدیم. کارم شما میکنید؟ نه کار خلاص شغل دوستی دارم قدم روی ما تیزم برم شما ما ضعیفه مقصد دیگه راه رفتنم راه رفتن خلاصم ضعیفم کرابم تمام بدنم استکار میخوره گشتنم کار نمیدم نه تخمک فوق میتن نه چشمانم نه سنگ گشته دیدنم نه کار سیخانه میتن نه بسترم شهرم کم رفته بیرم دارم کار چند رفتیدم گیستم کنم خانه پایینه در آنمون کارمان میکنم من خود نهیچی نستدیم قدری گیر از کارمان خلاص کار نمیکنم نهیچی قدرم کاری نیسته عدو مثل خوب امتنان خوره چند ساله همی بچه شما؟ در 11 ساله میشه که چون درد نمامده تا بعد با مثل جوان سوز کدام موارد که خود کرده دیگه چون سوز دادن که شوار داره خود مکه از کار خلاص تیار بدم که کس باشه دیگه
مالیشه و بخوره دیگه خلاص کارمات دیگه ضعیف اما خصوص نادن دکتر بود خصوص مالیشه کنیم دیگه راه رفتن هم خیلی ضعیف و خیلی نان بخوره مدیشه. ما از طرف دارالاسلام 14 معصوم علیه السلام در خدمت شما هستیم و مبلغ نقدی به شما کمک میکنیم که تا بعضی از مشکلات شما رو بتونه رفع کنه. اما خب نادرشم پول دکتر بود شما ضعیف بود خدمت شما داد نکنه خیلی میگه خدا شما نبیس قدر دیالوگ بده خدا درارسان رو با عزت کنه خدا درارسان رو دست رو درد نکنه ما که کم میکنم خدا خلا کنه خدا شما را برفادت کمک کنه ما شما کمک من بچه های من تشکر از شما تشکر میکنم من خود خیلی و خودم به خودم خودم ضعیف نیمه رو آب در نیمه خواهد خانه در نیمه قصیات نخریدنم روز نخریدنم درام دو سابقیم خودم سبعه میکنم خدا خواهد شما را کمک میکنم که من خود نه ناخود نه هیچ اما خیلی خلا نیستش که آواز دختر میگه من بچه نخوام بگذارم نخوام بچه من دارم خیلی بچه هم اما نمیکن بچه من لازم کفتم نستیز نخراب کرده رفتم خواهر محترم شما در کجا زندگی میکنید فعلا؟ ما در شهر کیدون از کدام منطقه هستین؟ از کجا شما؟ ولایت بامیان ولایت. چی مدتی میشه که به ایران آمدین؟ 3 سال میشه. شوهر خود چند سال میشه کار کنید؟ 12 سال میشه. کار میکنید فعلا یا بیکار؟ نه کار نمیکنم کامل. نوید میکنید؟ چند تا پسر دارید؟ داریم نشون کامل. نشون مثلا من فاصله خانه من بشاوی دیدم. مثلا کشیدم مثلا باز وقتا بشاوی دیدم. اسم شما چیه؟ اسم ذاکر است. 5 سال مطلب تاوسیم 5 خواندم. لکن مجبورم میرم شاگردی دیگه مجبورم برم دیگه. برای مثلا این خدا شاید بس گریه که دم این نیستم که تو. اگر نرم دیگه نه خیر خانه ما کس نمیتونه. دوست داری که در اینجا به مکتب برید؟ دوست دارم دیگه. دوست دارم که برم دیگه نمیشه. گریه که دست برای نه. تصیب چند درس خوندی؟ تاوسیم 5 درس نشد دیگه. مجبورم که لکن کارگر ندارم. کار میکنی ها؟ روز چند کار میکنی؟ روز ساعت پر کار نیست انسان برم بیکار یک دسته زن میزنم بیا یک دستم نه. شما چند سالی مکتب؟ 12 سال هستم. مکتب میری؟ مکتب برم بالا تو مورد کار دیگه تو ماش نمیاره خانه باز ماش بری یا نمیدم؟ نه در جوشکاری باز وقتا مورد کم پایش انسان گریز داره سانو جاکی اون نفت به جورم نشده نشون که تو مپایش نصف روز مدرسه میره نصف روز هم سر کار میره. آره نصف روز باز وقتا بوده که اون پایش انسان گریز داره که اون نفت به جورم نشده دست خود بچی دست خونه بزن. خب ما از طرف دارالاسلام 14 معصوم علیه السلام در خدمت شماییم و مقدار زیاد و رفتنی به شما کمک نتی میکنیم و از خداوند میخواهیم که مشکلات شما رو رفع بفرمایه و انشاءالله بچه‌های شما بتونن تحصیلات خود ادامه بدن. بله. خانه هایی که ایشان زندگی میکنن مربوط مؤسسه خیری می باشه به نام شهرک سادات که کلا اینها مربوط خیریه امام باقر علیه السلام هست و اینها کسانی که خانه ندارن از مناطق مرکزی افغانستان در اینجا زندگی میکنن چی فقرا باشن چی ایتام.